عمق سیاهی زیاد است، تاریکی وحشتناک است، اما هر چشمی که باز می شود یک ستاره تولد می شود. یک ستاره برای بیداری، یک کوکب برای امیدواری. فکر کنید اگر چشم‌های بیشتر و بیشتری باز شوند و چراغ امید را روشن کنند، چقدر زود همه جا را روشنایی خواهد گرفت. آفتاب برای طلوع دیر نمی کند، فقط ما بی صبری می کنیم. ما باید در فکر حد و توانایی خود ستاره شویم. امید هرگز نمی میرد، زیرا زندگی ادامه دارد.